اصلا چیزی از قوانین UX میدونین؟ اصلا میدونین قوانین UX چی هن؟ سلام بچه‌ها، من امیر اسدی ام و طراح محصولم. امروز می‌خوایم با هم دیگه در مورد 10 تا از مهمترین قوانین UX حرف بزنیم. به یه ست از دستورالعمل‌ها یا راهنماهای طراحی میگن قوانین یا قانون، یا به انگلیسی بهش میگن لا. یه سری از پیشگامان و دانشمندان حوزه UX اومدن این قوانین رو تبدیل به فرمول کردن تا ما طراحا بتونیم ازشون استفاده بکنیم. استفاده از این قوانین باعث میشه که طرحمون خوشگل‌تر باشه، یوزر فرندلی تر باشه و کاربردی تر باشه. قانون اول، Law of Aesthetics. Law of Aesthetics این رو میرسونه که کاربران اگر یه طرحی رو ببینن که زیباست، اینطور تصور میکنن که حتما بهترم کار میکنه. اولین بار این آزمایش تو سال 1995 توسط مؤسسه هیتاچی بررسی شد و مطالعه شد که متوجه شدن یه طرح هر چقدر زیباتر باشه بیشتر این مفهوم رو به کاربر میرسونه که پس حتما چون خوشگله بهترم کار میکنه. یکی از نموناش اپله. اپل تو این قضیه خیلی پیشروه و از رقیباش خیلی جلوتره و به این خاطره که محصولاش خیلی زیبان و خیلی وقتا میبینیم از عملکرد مثلا از سامسونگ عقب میفته یه جاهایی، ولی انقدر که زیباست و برندینگ خوبی داره کاربرا فکر میکنن که بهترم کار میکنه. البته خیلی جا بهترم کار میکنه. قانون دوم، فیتس لا. این قانون میگه که هر چقدر یه المان رو شما به کاربر نزدیکتر بذاری یا بزرگتر طراحیش بکنی، احتمال استفاده از اون بیشتر میشه. این قانون بهمون کمک میکنه که المان هایی که مهمن برامون و میخوایم حتما کاربر با اونا تعامل داشته باشه رو جلوی چشش بذاریم و بزرگ طراحیش بکنیم یا یه رنگ خاصی بهش بدیم که حتما کاربر اونا رو ببینه، و اگر یه المان دیگه کمتر اهمیت داره اونا رو جاهای دورتر بذاریم یا کوچیک‌تر طراحیشون بکنیم که کاربر کمتر با اونا تعامل بکنه و حتما مطمئن بشیم که با اون چیزی که ما میخوایم تعامل برقرار میکنه. مثالش میتونه مثلا گوگل مپ باشه. دکمه‌هاشو خیلی ساده گذاشته جلوی کاربر و کاربر بین اون دکمه‌ها میتونه راحت متوجه بشه که اون دکمه‌ها چی هستن و بعد طبق نیازش از اون دکمه‌ها استفاده بکنه. قانون سوم، هیکس لا. این قانون میگه که هر چقدر تعداد انتخاب هایی که به کاربر میگی کمتر باشه اون راحت‌تر تصمیم میگیره و برعکس هر چقدر تعداد آپشن‌های بیشتری رو به کاربر بدی برعکس کاربر دیرتر انتخاب میکنه، بیشتر زمان میذاره برای فکر کردن و حتی گیج میشه. میخوام براتون یه مثال بزنم. فرض کنین رفتین به یه رستوران که یه منویی داره که توی اون منو 100 نوع غذای مختلف آماده شده و تو میتونی سفارش بدی. تو اولا تا بخوای این 100 تا رو بخونی و فکر کنی و پردازش کنی کدوم میخوای خیلی زمان زیادی طول میکشه و گشنت میشه و حتی شاید در انتها هنوز مطمئن نباشی که دقیقاً چی رو میخوای و این بیشتر تو رو گیج کرده باشه. در مقایسه با اون میتونیم یه رستورانی مثال بزنیم که مثلا 10 نوع غذا داره ولی خیلی ساده اومده عکساشون رو گذاشته، توضیحات گذاشته و این 10 تا رو تو میتونی انتخاب بکنی و هر چقدر که تعداد انتخاب کمتر باشه راحت‌تر انتخاب میکنی. مثالش هم مثلا من گوگل پادکست رو میزنم چون من خودم ازش استفاده میکنم. دکمه‌های خیلی کم و ساده‌ای داره و خیلی راحت آدم متوجه میشه که دقیقاً این دکمه‌ها چه کاربردی دارن و برای چی اینجا چیده شدن و راحت تو رو به نیازت میرسونه. قانون چهارم، جیکوبز لا. این قانون میگه که کاربرا راحت‌ترن بر اساس منتال مدلشون تصمیم بگیرن و رفتار کنن. مثلا دوست دارن از وبسایتی که تا الان ازش کار میکردن چون ما لیوتش آشنان دوباره از اون استفاده بکنن، یا رفتارهای مثلا خرید یا تعاملی که تا الان داشتن دوست دارن همون رو ادامه بدن و معمولا از یه تغییر زیادی اجتناب میکنن. مثالش هم مثلا میتونم بهتون بزنم مثلا دکمه آیکون سرچ که تو وبسایت ها داریم یا آیکون سبد خرید که اون سبد رو نشون میده، اینا در ذهن کاربر هک شدن. مثلا سرچ میخوای آیکون ذره بین هست یا سبد خرید میخوای ببینی اون آیکون بسکتی که وجود داره هست.
یا مثلا میتونم تمامی پیج های لوگین و ساین اپ یا ورود و ثبت نام براتون مثال بزنم که اکثرا شبیه همن، دو تا فیلد دارن، حالا یه ورود با گوگل یا ورود با اپل آیدی و اینا هم در نظر گرفتن که اینا کمک میکنه کاربر راحت‌تر متوجه بشه، چون قبلا هم این تجربه رو داشته و زودتر متوجه میشه و میتونه از این وبسایت یا از این فیچر استفاده بکنه. قانون پنجم Law of Simplicity، یعنی قانون سادگی. این قانون توضیح میده که چشم انسان، کلا انسان‌ها تمایل دارن حتی در چیزهای پیچیده یه نظمی رو پیدا کنن، یه الگویی رو پیدا کنن، یه چیز ساده و قابل فهمی رو پیدا بکنن و اونو تبدیلش بکنن، پردازش کنن به چیزی که خودشون میتونن متوجه بشن و ازش استفاده بکنن. پس ما باید سعی کنیم در طراحیمون کمتر از چیزهای پیچیده استفاده بکنیم و سادگی رو همیشه حفظ بکنیم. مثالش میتونم به صفحه اصلی ویکی‌پدیا و یا صفحه اصلی گوگل اشاره بکنم که خیلی ساده است، یه اینپوت گذاشتن و کاربرا به هیچ چیز دیگه توجهشون جلب نمیشه و میدونن که از اون اینپوت باید استفاده بکنن و کارشون رو میبرن جلو. یه لحظه صبر کن. میدونم داشتی ویدیو رو میدیدی، نمیخوام وقتتو زیاد بگیرم، فقط خواستم بگم که یه کار کوچیک تو میتونه یک انرژی خیلی زیادی بهم بده که بتونم ادامه بدم ویدیو ساختنم رو. پس لطفاً یه وقت خیلی کوتاهی بذار، کمتر از 20 ثانیه، لایک بزن، کامنت بذار و سابسکرایب کن تو کانال من. دمت گرم. بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. قانون ششم Law of Proximity. این قانون توضیح میده که تصور ما انسان‌ها و مغز ما اینطور پردازش میکنه که وقتی چند المان رو نزدیک به همدیگه ببینه تصور میکنه اونا مربوط به همدیگه‌ان یا با همدیگه توی گروهی هستن. مثال میزنم براتون، مثلا دسته‌بندی آهنگ‌ها توی اسپاتیفای، مثلا ریمیکس های شما، چه میدونم آلبوم های جدید، سلیقه شما فلان، هر کدوم از اینا تو دسته‌بندی مخصوص به خودشون هستن. یا دیجیکالا و یا حتی گوگل پادکست یه تایتل دارن و چندین آیتم کنار همدیگه نزدیک همدیگه چیده شدن که شما میتونید متوجه شید اوکی الان این پادکست های محبوب توه و همشون همینن، همشون دسته‌بندیشون اینن که پادکست های محبوب تو. حالا میشه دسته‌بندی بعدیش اینجوری باشه که پادکست های محبوب چیه و اونا دوباره نزدیک به همن و با المان های بالایی و پایینشون خیلی فاصله بیشتری دارن ولی با هم دیگه فاصله کمی دارن و این رو ما میتونیم اینجوری برداشت کنیم که پس اینا با هم دیگه مربوطن یا با هم دیگه توی گروهی هستن. قانون هفتم Law of Similarity. این قانون توضیح میده که وقتی شما میبینید یه سری المان شبیه به همدیگه هستن از لحاظ ظاهری، این تصور برای کاربر ایجاد میشه که پس چون اینا شبیه همدیگن مربوط به همن یا شبیه هم کار میکنن یا با هم توی گروهی هستن. براتون مثال میزنم، مثلا شما میخواین برای وبسایتتون یه دکمه طراحی بکنید که این دکمه اصلی وبسایتتونه، همه جا بک‌گراند این دکمه‌تون رو میدین آبی پررنگ و متن توش رو میدین سفید و این رو در تمامی پروژه‌تون حفظ میکنید، چه صفحه جزئیات محصول باشه، چه صفحه هوم پیج باشه، چه صفحه ثبت نام و ورود باشه، چه هر صفحه دیگه. شما در تمامی صفحاتتون این باتن پرایمری رو به همین ظاهر قرار میدین و این باعث میشه که کاربر متوجه بشه اوکی پس چون اونجا این دکمه یه کار اصلی میکرد اینجا می کار اصلی انجام میده، پس شبیه به هم میتونن باشن، پس این دکمه اصلی وبسایت هست. مثالای دیگه میتونم براتون بزنم، مثلا یه وبسایت داریم طراحی میکنیم، مثلا میخوایم فیلم‌ها رو دسته‌بندی کنید، یه رنگ بهشون میدیم، مثلا رنگ سبز برای فیلم‌های علمیه، رنگ قرمز برای فیلم‌های اکشنه. حالا دیگه کاربر هر جای توی وبسایت فیلمی شما بخواد دور بزنه رنگ قرمز رو میبینه متوجه میشه اوکی پس این یه فیلم اکشنه، رنگ سبز رو ببینه متوجه میشه که اوکی پس این یه فیلمیه که مربوط به علمیه فیلمش. یه مثال دیگه میتونم براتون بزنم، نتفلیکس اومده یه کار باحال کرده، لوگوشو قرمز رنگ کرده و این برگرفته از صندلی‌های سینماست. اکثر سینماهای جهان رنگ صندلیشون قرمزه و وقتی کاربرا از قدیم میرفتن رو اون صندلی قرمز میشستن و فیلم میدیدن، این رنگ قرمزه همراه با فیلم دیدن باهاشون سینک شده، مونده تو ذهنشون و وقتی خب نتفلیکس استفاده میکنن اون رنگ قرمز دوباره صحنه و حس و حال فیلم دیدن رو براشون تداعی میکنه و اینجا نتفلیکس از Law of Similarity استفاده کرده. قانون هشتم Law of Closure.
این قانون توضیح میده که مغز ما تمایل داره تصویر کلی رو درک بکنه و بپذیره و پردازش کنه، حتی اگه بخش‌هایی از اون تصویر ناقص باشن. مثلا شما اگه یه دایره داشته باشی که خطش خط کامل نباشه و نقطه چین باشه، پس ما یه دایره کامل رو نداریم، اما ذهن ما اون خطا رو خودش ناخودآگاه میاد پر میکنه و تصور میکنه که این یه دایره کامله. مثال های دیگهش مثل این میمونه که شما یه اسلاید شو داری به صورت افقی توی وبسایتت و 3 تا آیتم رو داری میبینی، آیتم 4م یه خوردش معلومه. ذهن ما اینجوری برداشت میکنه که اوکی پس این یه چیز ادامه داره و اگر ما اسکرول افقی بکنیم میتونیم المان های بعدیش رو ببینیم. یه مثال دیگهش استوری های اینستاگرام. شما وقتی اینستاگرامتون رو باز میکنید، اون بالا پروفایلتونه و بقیه استوری های افرادی که فالوشون کردین و شما مثلا 4می یا 5می و نصفه میبینی و متوجه میشی که طبق قانون لا آف کلوزر متوجه میشی یه چیز ادامه داره و بعد حالا میری اون سمت و استوری های بعدی رو میتونی ببینی. قانون نهم، Law of Continuity. این قانون توضیح میده که مغز ما انسان ها تمایل داره که یک در واقع خط رو دنبال کنه، یا به صورت خطی باشه یا به صورت منحنی. یعنی چی؟ یعنی اگر یه سری المان ها به صورت خط پشت سر هم چیده شده باشن یا به صورت یک منحنی پشت سر هم قرار گرفته باشن، ذهن ما اون آیتم ها رو تصور میکنه که مربوط به هم دیگن یا با هم دیگه توی گروهی قرار دارن. مثالش میتونه مثل استپر باشه، کامپوننت استپر که نشون میده اوکی شما از استپ 1 رفتی استپ 2، حالا چه کارهایی باید بکنی، بعدش که انجام دادی میره استپ 3، حالا اون موقع باید چه کارهایی بکنی. این خط نشون میده به کاربر که اوکی شما در حال انجام یه پروسه هستی و این المان ها هر کدوم یکی از استپ های یه پروسه بزرگترن، پس شما باید تک تک اینا رو انجام بدی که بتونی بری مرحله بعدی. یه نمونه دیگهش توی وبسایت اوبر دیدم که الان شما دارین ویدیوشو اینجا میبینید که یه استپر ورتیکالی داره که شما حالا این خط رو دنبال میکنی میری پایین و میتونی مطالعات رو انجام بدی بر اساس سکشن های مختلفی که اوبر در نظر گرفته. قانون دهم و قانون آخر، میلرز لا. این قانون میگه که ذهن یه انسان متوسط میتونه 7 تا المان رو حفظ کنه و تو ذهنش نگه داشته باشه. حالا بعضیا خیلی ذهن قوی تری دارن میتونن 8 تا یا 9 تا رو حفظ کنن، یه سری هم از لحاظ متوسط یه خورده پایین‌تر هم میتونن 6 تا یا 5 تا رو حفظ کنن، ولی حدودش همینقدره، حدوداً 7 تاست. و از این قانون اپلیکیشن ها و وبسایت ها محصولای خفن اومدن بهره بردن و توی محصول خودشون ازشون استفاده کردن که کاربرا رو اذیت نکنن و یه حس خوبی به کاربرا بدن. برای همین اگر دقت بکنین ایبی، نتفلیکس یا اندروید وقتی اون نوتیفیکیشن بارش رو میبینید تعداد المانش کمتر از 7 است که مغز ما بتونه اونها رو پردازش بکنه. عالی 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 بود، دمتون گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. ممنونم که حمایت میکنید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم که همراه من هستین، بودن شما به من انرژی خیلی زیادی میده. دمتون گرم و خدا نگهدار.